بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا. اگر روی این ویدیو کلیک کنی یعنی برای تو هم مشکل چکینگ آپدیت لعنتی پیش اومده. کلی رفتی ویدیوهای انواعی از ویدیوهای مختلف تو یوتیوب، تو گوگل، تو حتی چت جی پی تی پرسیدی، کلی آموزش دیدی اما هیچ کدوم برات جواب نداده. اومدی دوباره آخرین امیداتو تست کنی، دوباره تو یوتیوب میگردی. من خودم تا یه هفته پیش همینطور بودم، کلی روش رو تست کردم اما از هیچ کدوم جواب نگرفتم. آخرش ناامید و سرفکنده شدم. مثلا مثل پکت رفت، ایزی کانکت، انواعی از دی ان های مختلف، انواعی از وی پی های مختلف، اما هیچ کدوم جواب نگرفتم. امروز اومدم روش شخصی خودم رو به یاد بدم که با این روش تونستم بازی کنم. راستی تستش آخر ویدیو هستش ولی اگه واقعا از این ویدیو خوشت اومد و نتیجه گرفتی لطفا لایک کن. اگرم دنبال آموزش های بیشتری ساب کن. خب بریم سراغ آموزشمون. سلام رفقا، خوش اومدید به کانال من. این اولین ویدیو منه. بالاخره موضوع ویدیو چیه؟ بالاخره وارزون دانلود کردی، 130 گیگ یا حتی بیشتر، کلی اینترنت سوزوندی، کلی اعصاب خورد کردی، شب تا صبح بیدار موندی، حالا میخوای اجرا کنی بازی ها یا گیر میکنه تو چکینگ آپدیت. داداش انگار میخوای عاشق یه نفری، میخوای بری خواستگاری، همه چی آماده است، بابای دختر در روت قفل کرده میگه نه پسر برو پی کارت. امروز 2 تا برنامه ایرانی بهت میدم که این در لعنتی رو با لگد باز میکنن. من با مودم مخابرات قدیمی فلان شده که سرعتش 3 تا 6 مگابیته که اینو با تقسیم بر 8 کنی که میشه 500 600 کیلوبایت به من سرعت میده. با این مودم من پینگم 100 تا 150 که خیلی خوبه تو ایران و میشه راحت بازی کرد. آماده ای؟ بزن بریم داداش. ببین کار ما به 2 تا مرحله تقسیم میشه. مرحله اول برنامه پکت رفته که اینه. خب این برنامه پکت رفته، یه برنامه ایرانی ساده و سبک. اولین مرحلهمون چیه؟ همون لحظه ای که وارزون کامل شد میری تو بازی یا تو بخش چکینگ آپدیت گیر میکنه که ارورش رو صفحه میاد. تو اون بخش گیر میکنه و میگه دانلود فیلد، آخرش هم 2 ساعت هم میمونه. خب برای رفع بخش اول مشکلمون میام توی مرورگرمون کروم من مثلا، خب میام میزنم دانلود برنامه پکت رفت. خیلی ساده اینا، پکت رفت. سایت اولی که میاره سایت رسمی خودشون، یک بازی برنامه ایرانی که رفع تحریم و کاهش پینگه. برنامه رو دانلود و نصب میکنی که همه بلدیم، کسی که دیگه وارزون رو نصب کرده کارش به پکت رفت گیر نمیکنه. اگرم خواستی میتونم تو کامنت راهنماییتون کنم. پکت رفت دانلود رو نصب میکنی، اجراش میکنی. خب حالا اینجا کلی بازی داره، اینجا هم لانچر داره. حالا ما کار نداریم با استیمی یا اصلا لانچرها و اینا رو انتخاب نکنیم. ما بخش سمت راست با گیما کار داریم. میایم پایین کال آف دیوتی رو انتخاب میکنیم. اینجا یه حالت یه خورده سفیدتر میشه بک‌گراند کار. میذاریم این گزینه رو کلیک میکنیم. خب اینجا حالا کار بعدی که باید بکنیم، ببین این پکت رفت یه برنامه ایرانی خیلی سبکه، مثل جیب خالیمون، رایگان ساده است. برنامه رو باز میکنیم، میریم کال آف دیوتی انتخاب میکنیم، میایم اینجا میذاریم سرور اروپا و در نهایت میذاریم تست سرورها. خب یه خورده طول میکشه. الان نگاه کن پینگی که اینجا به من میگه، یعنی تو بازی در همین حدودا پینگ میگیرم، 114 با 2% پکت است. اصلا این مهم نیست، اصلا پکت رفت برای پینگ و اینامون نیست. فعلا پکت رفت برای اینکه بخش چکینگ آپدیت رو رد کنیم. خب وای میسیم تا این سروراشو تست کنه. خب حالا بهترین سرور رو که انتخاب کرد اینجا میذاریم انتخاب بهترین سرور، میذاریم وصل شو. حالا من درست شده برام، خب ولی اگه بخواید میزنم وصل شو. اشتراک شما فعال شد. این تعرفه شما 3 گیگابایت برای برنامه های. خب ما اشتراک رایگان داریم. خب اشتراکش معمولا رایگانه و اصلا ما نمیخوایم از این به عنوان بازیکن استفاده کنیم، کاملا برنامه رایگانی.
خب وقتی وصل شد کال آف دیوتی وارزون رو اجرا میکنه. حالا وارزون بخش چکینگ آپدیت رو رد میکنه که البته برای من رد شده از قبل، خب ولی بازم اجرا میکنم که ببینید. وارزون بخش چکینگ آپدیت رو رد میکنه. ببین بدون این برنامه وارزون لاک میکنه، مثل مادر بزرگته که از شهرستان اومده تو ترافیک انقلاب گیر کرد. با پکت رفت ولی در رو باز میکنه، میگه بفرما داداش بیا تو. هر بار وارزون آپدیت داد اینا اپلای آپدیتس یعنی درست شده. خب از این هر بار وارزون آپدیت داد آپدیت رو از استیم دانلود و نصب میکنی و وقتی خواستی وارد کال آف دیوتی بشی اول پکت رفته تو وصل میکنی و میای در واقع چکینگ آپدیت رو رد میکنه و دیگه رد میکنه تا وقتی که آپدیت بعدی بیاد. خب حالا میتونیم تو بخش وارزون وقتی آپدیت رد شد ببندش بره کارش، اگه نه اعصاب دلک خود میشه مکان میاره. خب ولی یه مشکل داره، ما با پکت رفت اصلا نمیتونیم وارد مچ بشیم. چرا؟ میزنیم فایند مچ اصلا پیدا نمیکنه. خب حداقل برای من که اینطور بوده، من نمیگم برای همه اینطوره، ولی با پکت رفت هم پینگتون یه خورده بد میشه، هم این که ممکنه برای من اینطور بوده 3 روز کامل امتحان کردم که اصلا خیلی شانسی تو اون 3 روز کلا 3 دست بازی کردم با اینکه ساعت‌ها امتحان کردم توی هر روز. خب حالا که وارد اینجا شدیم پکت رفت و بعد میریم سراغ مرحله دوم کار. مرحله دوم چیه؟ برنامه DNS جامپر. میریم دوباره تو اینترنت توی تب جدید نویسیم دانلود برنامه DNS جامپر. خیلی سریع و ساده، البته این نیست فکر میکنم DNS جامپر بود درست. ریداش کنم چرا یه بود درست. آها توی سایت PC Day دانلود این DNS رو یه سایت معتبر DNS جامپر رو نصب کنم. البته فکر کنم صاف داشتم همون باشه، ولی خب ما از اینجا دانلود خیلی ساده. DNS رو دوباره اینو دانلود رو نصب میکنی، اینم دوباره همه بلدی. بعد از اینکه دانلود رو نصبش کردیم بریم سراغ اصل کار. بدون DNS جامپر اصلا مچی پیدا نمیشه، حداقل که فعلا برای من اینطوره. میایم اینجا وقتی برنامه رو یه همچین فضایی میذاریم فست تست DNS، نه اشتباه گفتم فایند DNS. اینجا بهترین یعنی هم سریع ترین و بهترین DNS ها رو برای تست کنیم. ما اصلا با این کارم فقط یه بار اینو میزنیم. حالا میایم تو اینجا choose a DNS server. اینجا میایم پایین یه کوچولو پایین‌تر اینا نمیشه گوگل پابلیک DNS اولی. خب نمیدونم 8.8.8.8.4.4 خب می‌رسیم اپلای DNS تمام. البته شاید یه سری مجوزم بخواد که باید بهش بدید، فکر نمی‌کنم تو باشه. اپلای DNS تمام، این صدا میاد و یه نوتیف اینجا برات میاد و تمام شد داداش. حالا برو تو لابی مچ بزن، کلاش کن، لذتش رو ببر. ببین بذار یه توضیح بدم. پکت رفت فقط در باز کن بود. خب DNS جامپر میره اینترنت تو تعویض کرده با یه فیبر نوری. من با اینترنت مخابرات که به ساعت خیلی کمی میده 100 تا 150 میگیرم. حالا اگه اینترنت شما خیلی بهتر باشه که قطعا هست، چه بهتر. انگار روی ابرا داری پرواز کنی. قبلا لگ می‌خوردم گفتم ای بابا این چی بود، حالا میگم بیا بابا جون بیا. اگه پکت رفت و فقط برای مشتن پیدا کن استفاده کنی نمیره تو لابی، اصلا وارد لابی نمیشه. یعنی اشتباه گفتم، وارد لابی میشه ولی
مچی پیدا نمیکنه. خلاصه بگم که اعصابت خورد نشه. پکت رفت برای رد کردن چکینگ آپدیت بود برای بار اول و هر موقع که وارزون آپدیت بود. DNS جامپر برای بازی واقعی و پینگ قابل تحمل. ترتیب و رعایت کن وگرنه میشی مثل من. وقتی اولین بار تست کردم 4 ساعت توی این 3 روز، بیشتر حتی 4 ساعت هر روز ها توی این 3 روز، یعنی میشه او هم 12 ساعت تلاش کردم. 3 دست کاملا بازی کردم. 3 دستم که سریع مردم که اگه بمیری دیگه نشد. خب این بود راه حل واقعی و تست شده ما ایرانی های بدبخت. تو کامنت ها نویس کار کرد داداش یا فلان ارور رو داشتم تا سریع کمکت کنم. لایک کن اگه خندیدی و به دردت خورد. ساب کن و زنگوله بغلش هم بزن. خیلی ممنونت میشم. ویدیوهای بعدی رو از دست ندی یا کلی چالش خفن، آموزش حرکات مختلف و تست اسلحه و غیره داریم. مرسی که تا آخر ویدیو تماشا کردی. تو رو خدا برو بازی کن، رنگ بگیر. تا ویدیوهای بعدی مراقب اینترنت لعنتی و رنگت باش. دوستتون دارم خیلی زیاد. بزن بریم بازی کنیم داش.